مقامات روسیه خبرهای بسیج یا سفربرکنی نو را تصدیق نمی کنند، اما اعلان آگاهی و کارهایی که در برخی از گوشه و کنار روسیه نشر و عملی شدند از آمادگی به موج نوی موبیلیزاسیا پیام می دهند. حکومت‌های محلی معرکه تبلیغ خدمتی قراردادی را به راه ماندند. رئیس ولایت ورانش با آنهایی که فوراً و تا آخر سال با وزارت دفاع روسیه قرارداد می‌بندند پولی علاوه‌ای وعده داده است. شماره گیرندگان یوری پولی یک دفعینه با آنهایی که برای خدمت حربی قرارداد می‌بندند و تا 120,000 روبل است زیاد کرده شد. معرکه دعوت به خدمت حربی در کارخانه‌های استحصالی هم در اوج است. این نوارها میانه‌های ماه اوگوست در یکی از کارخانه‌های صنعتی شهر تالیاتی گرفته شدند. 195,000 روبل پرداخت می شود. 200,000 دیگر بعدی بستن قرارداد به خدمتچی حربی داده می شود. او به کارگران وعده می‌دهد کسی را یک باره به جنگ نمیبرند و 3-4 ماه اول آنها آموزش حربی می‌بینند. به شهر تالیاتی طبق نقشه جلب 2000 نفر سپاری شده است. ما کمی بیشتر از 250 نفر را جمع کردیم. وابسته به ناحیه‌ها این تقریباً 15% نقشه. اگر در دوام 2 ماه دیگر وضع بهتر نشود، موج دومی موبیلیزاسیا آغاز می‌یابد. با گفته بشکین آنها مجبورند با چنین پیشنهادها به کارمندانشان مراجعت کنند. در سامانه حکومت این شهر نیز اعلان ترغیب خدمت قراردادی با تمام امکانات و امتیازهایش نشر شده است. در ولایت ایرکوتسک همسران سربازان روس در صفحه و شبکه‌های اینترنتی دعوت دارند مهاجران دارای شهروندی روسیه نیز به جنگ برده شوند. همچنین اعلان آویزه‌های پهن شدند که در آنها از ساکنان دعوت می شود به مقامات درباره آنها خبر دهند که شناسنامه روسی گرفتند و قید حربی ندارند. اگر تو یگان شهروند نوی روسیه را میدانی که از تمام امتیازهای کشوری تو استفاده میبرد اما تصادفاً فراموش کرده است که از قید حربی گذرد، در این کار با او کمک کن و به کمیسریات نزدیکترین حربی زنگ زن. این در حال است که ریدهای ضد مهاجران در روسیه ادامه دارد. یک روز پیش در عملیات در سنت پتربورگ 400 نفر را تفتیش و بازداشت کردند و بیشتر از 50 مهاجر که شهروندی روسیه را داشتند برای حاضر شدن به کمیسریات حربی دعوتنامه دادند. جستجوی چنین مهاجران یکی از هدفهای ریدها نامیده می شود. خبرها از احتمال دوره نوی موبیلیزاسیا در حال پهن می شود که بنا به آمارها در ارتش روسیه سفر سربازانی که نمیخواهند بجنگند زیاد شده است. از آغاز جنگ در اوکراین علیه سربازان برای فرار از خدمت و سرکشی از جنگ بیش از 3000 پرونده جنایی باز کردند و 10 نفر نیز زندانی شده است.